ما تو دنیای زندگی میکنیم که هدف زندگی رو موفقیت تعریف میکنن. همه دنبال موفقیتن. اگه موفق باشی تو چشمی، همه در موردت مینویسن، همه در موردت فیلم میسازن. اما موفقیت دقیقاً یعنی چی؟ در دنیای مدرن موفق کسیه که ثروت یا شهرت زیادی داره و این تعریف آغاز تمام گرفتاری های بشر امروزه. چون این یعنی اگه تو ثروت یا شهرت زیادی نداری موفق نیستی و یه آدم معمولی حساب میشی. و بزرگترین خشونتی که دنیای مدرن علیه انسان به راه انداخته اینه که مدام به آدم‌ها القا میکنه که معمولی بودن یعنی بی‌ارزشی. یعنی یه جورایی اگه تو معمولی هستی پس مهم نیستی. دنیای امروز ارزش رو در خاص بودن خلاصه کرده. هر لباسی، هر ماشینی، هر آرایشی که تو رو خاص کنه مهم تلقی میشه و چیزی که مهم تلقی بشه ارزش به حساب میاد. اما من تعریف موفقیت دنیای مدرن رو قبول ندارم. من برای زندگی خودم تعریف گابریل گارسیا مارکز رو از موفقیت انتخاب کردم. اونجا که میگه باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای تحویل دهی، خواه با باغچه‌ای سرسبز، خواه با تربیت فرزندی خوب، و این که بدانی اگر یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است این یعنی تو موفق شدی. اگه همسر و بچه‌هات با وجود تو شبها راحت تر میخوابن این یعنی تو موفقی، هرچند یک کارگر روزمزد باشی. با همین تعریف همین مادران دانشگاه نرفته خونه‌دار که جامعه جدی نمیگیردشون در رأس موفق ترین آدم‌های جهان قرار میگیرن، چون بخش زیادی از راحت نفس کشیدن‌های ما به خاطر حضور نامحسوس اونها در خونه است. جمعه ها لباس‌های کثیف داخل سبد حمام ریخته میشه، 3 روز بعد تمام اون لباس‌ها اتو کرده روی آویز کمد. سبد خرید از فروشگاه وارد خونه میشه، 1 ساعت بعد تمام نخود و لوبیاها سر جای خودشون داخل کابینتن. کاشی‌های دستشویی و حمام هر ماه 1 بار 1 دفعه سفیدتر میشن. جوراب‌های سوراخ خودشون دوخته میشن یا گرد و غبارا خودشون تصمیم میگیرن خونه رو ترک کنن. هیچ کدوم. 1 نفر هست که بیشتر از 1 نفره. 1 نفر که با وجودش ما خیلی خیلی داریم راحت‌تر نفس میکشیم. انیشتین که خودش سمبل موفقیت جمله ارزشمندی داره که میگه دنبال ارزشمند شدن باش، نه دنبال موفقیت. اما یک سوال مهم، دقیقاً میزان ارزشمند بودن رو از روی چه چیزی باید تشخیص بدیم؟ من فکر میکنم میزان ارزشمند بودن یک چیز رابطه معکوس داره با تعداد روزهایی که میشه